نهایت شهر من تنگ است، برای جای لنین هیکلانش را به هم جنگ است. و چندین هیکلش در نوبت میدان و چندین هیکلش در بطن خرسنگ است. با جای هیکل لنین با جای هیکل لنین نخستین هیکل فردوسی برپا شد. با جای هیکل لنین نخستین هیکل فردوسی برپا شد. فشش یک قبضه گل در فرق دستارش، چراغ ململک در دست سوغاتش. ولی لنین نشد فردوسی شاید، چنان هم تیر باران شد که محمودش اگر میدید میخندید. چنان هم تیر باران شد که محمودش اگر میدید میخندید. و چون میدان غریبان یک شب تاریک، شکاف تیرها در شانه‌اش بگرفت. سپس امیر اسماعیل سامانی را آورده بنشاندند، با دستش مشعل سوزان. تو گفتی هیکل آزادی را آورده بنشاندند. تو گفتی هیکل آزادی را آورده بنشاندند. هزاران تاج سامانی، هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لنین نمی ارزند. با جای هیکل لنین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانید، جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند، جایش را نمیگیرند. برایند از لحدها نیز جایش را نمیگیرند. خدا هم جای لنین را نمیگیرد. خدا هم جای لنین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش. در این دنیا که عمرش 100,000 سال کیهانی است، نه فرعون، نه خاقان، نه سامانی، نه ساسانی، نه تاجش بر سرش اسکندری رومی، خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لنین را. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لنین را. هزاران مردم پایین ترین بالاترین گردید، کسی چیز نبود یک چیز شد آخر، فلک عاجز شد آخر. خدا عمر اگر از آسمانهایش به ما از بهشت مرده ها می گفت، خدا عمر به مردم از بهشت مرده ها می گفت، رفیق لنین بهشت زنده ها بیناد. زی 70 سال سرخ شورایی که ما در یک بهشت زنده ها بودیم، تماما به خبر از پولپرستی زندگی کردیم. زی 70 سال سرخ شورایی که ما در کمونیسم زندگی کردیم. کنون از بعد لنین هر کی میداند، کنون از بعد لنین هر کی میداند، کودک گهوارگی هم نقص میداند که با دنیای استثمار و استبداد چی باید کرد. تمام؟ خب این دیگرش میخوانم دیگه هر چی میخوایم این کلمه داده. ولی به ایچ شویه؟ دیری نمیشد رو. این همه کی کده؟ دیری کده. همه شما را لیلی کده است. نه شما همتون گردا پادوانه همین آسوبان هیچ نبوده. همه شما را لیلی کده.